سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستید ایام با کامتون باشه و از تک تک لحظات شیرین زندگیتون لذت ببرید. خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای ما که امروز هم قرار است برویم در افغانستان. یک دوربین مخفی داریم که ببینیم ویدیو را که رفتار مردم افغانستان در برابر یک توریست ایرانی و یک کسی که از خارج از کشور آمده است، یک همزبان، رفتار مردم افغانستان چگونه است. و این دوربین مخفی در یک رستوران در شهر کابل گرفته شده است که توریست ایرانی پول ندارد، میخواهد از مردم افغانستان پول بگیرد. آیا پول میدهد برایش، کمک میکند یا نمیکند؟ ببینیم رفتار مردم افغانستان را. ممنون از حمایتتون. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. در آخر ویدیو هم دو تا ویدیوهای قبلا گرفتیم و بسیار جذاب و دیدنی هست، میتونید آنها را هم ببینید، برای شما نمایش داده می شود. اگر دوست داشتید لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. تا آخر ویدیو دیگه با ما همراه باشید. بریم ببینیم که رفتار مردم افغانستان با یک توریست ایرانی چگونه است. همین دو نفر سوژه ماست، میریم طرفش. دو نفر رو گیر آوردن تو رستوران. این که کلاه داره ایرانیه، پسر ایرانی. آقا ما حسن خوبی بابا. شهاب هستم از کشور ایران. خوبید؟ بخیر سلامت باشید. 3-4 روز اینجا اومدم کابلم. آره از ایران آمده. حالا از ایران هستی؟ آره بابا یه مشکل افتاده خیلی. این 3 روزه همین هتلمون یه هتل دیگه اون بردارم. دیدید؟ نمیدونم بگم نگم. 3-4 روز اتفاقات اون برام افتاد. قرار بود که یه حواله‌ای داشته باشیم، عقب افتاده. اینجا مثلا یه بدیکاری هم اینجا شده، نمیذارم بریم. با اون برام قرار پول حواله بکنن، نشده. نمیدونم روز فردا میکنم، نمیدونم اتفاقات اون برام افتاد. شما اهل کابلی دیگه؟ ایران رفتید؟ ایران من رفته میرم. ایران رفتی؟ کجاش رفتی؟ سراسیا بودم تهران. من مشهدم. ببینم یه اتفاقات افتاده با هر کسا موندم چیکار کنم. یه 3 روز شدیم روز اینجا. ببینم این هتل دارم به خاطر چند 3-4 بعد غذا خوردم میگه که باید اینو تا ندین نباید بگید اینجا. یک مسئله اینه که همینا میگن ما خیلی خوبیم ولی نمیدونم چرا اینجوری کردم. فکر میکنن من دروغ میگم. دو روزم غذا نخوردم درست کار کنم. میاد دوست دارم. چرا مگه چیه؟ بابا خب امروز یا فردا میاد دیگه، چه عجله‌ایه؟ مثلا چه 3 روزه چند بار غذا خوردن اینجا؟ زیاد خوردن حسابی تا پیش از ساعت. دوستان عزیز، این دوربین مخفی قسمی است که از اول ویدیو فهمیدیم که این که پسری که کلاه داره از توریست ایرانی که اومده در یک از رستوران‌های افغانستان و میگه من قرار بود پولی برام بیاد از ایران ولی نشده، مشکل پیش اومده، نیومده پول برام. 3-4 باره که تو این رستوران غذا خوردم و الان منو نمیذاره برم بیرون و میگه باید پولمونو بدی. حالا رفته پهلوی این دو شهروند افغانستانی که ازشون کمک بگیرن که دیگه ببینیم چی میشه ایدامش. صاحب رستوران هم اومده پولشون میخواد. حالا میاد دیگه. دوربین مخفی خیلی جذابه. به کی مزاحمت کرد؟ من مزاحمت کردم آقا؟ میگه نه یا مشتریامون مزاحمت ایجاد نکن. نمیده مشکل کجاست؟ اگر ما اومدیم اینجا قرار بود حواله بشه، حواله نیومده. تقریبا 50,000 حواله داشتم، باید حواله میکرده. نمیدونه مشکل اینجا صرافی داره یا اون برداره، نمیدونه. اون آقایی که بهش داره میگه کمک کنی، اونم سرش به پایین انداخته مونده، چیکار کنه؟
بذار ببینیم تا هنوز غذا مزاشون هم نیومد. فکر میکنم من دروغ میگم. بابا گفتم به این همه بعد که دیدم پاسپورت غذاشون اومد بذار چیکار دروغ می‌کنه. نمیگم. فکر کردم من از اینجا میگه پول میخوام، میگه پول میخوام، میگه موبایل بگیرم مسئولیت دارم. میگه چرا اگه زیاد مزاحمت میکنم پاسپورت رو بکشم. میگه پول میخوای، میگه آجی گفته پول باید بگیری از مسافر. من مثلا چیزی بذاری میگه ما مسئولیت دارم. پول نیست نمیدونم میارم برات. دیگه نان میگه. عراض 2 روز غذا هم ندادن الان. من یه غذا یکی دیگه یه دونه نون خالی رو داد خوردم از صبح. چه خبر است کولش؟ اوه کباب شد داد. نه شما غذا راست شد میگید. داد بهش. اگر ممکنه برای من یک خوراک کباب اگه نه سفارش پیسه بدید. ندارم ما از اجازه آمدیم. این اگه این معلوم است محترم. غذای این دوتا اومد بهش یه دونه نون با 2 سیخ کباب بهش گفت تعارف کرد، گفت اینو بخور. تا هنوز اونم گفت من 2 روز شده 2 وقته که غذا نخوردم. بعد این رد کرد پسر ایرانی، گفت من نمیخورم، اگه میشه برای من یکی بگیرید که یه تکمیلش باشه که من سیر میشم. بذار ببینیم چیکار میکنه. اینی که صورتش چه گذاشته، ایموجی گذاشته، این میگه ما خودمون ضعیفیم، اقتصادمون ضعیفه، همین یه خوراک غذا رو هم به سختی گرفتیم. الان 2 روزم غذا نخوردم. اگه پس حالا تا پیسه تا والا شد است. این رقمی خدا نکن گشنم نگاه کنین تلفن تا یا پاسپورت تا بده پیشان. بگو تا پیسه ما والا نشده پیشان نه باشه. رو گفتم غذا بدین، میگه نه، میگه تو تا پول قبلی رو ندادی نمیدیم دیگه. نه من نیزه باش پرسان جار نه چیز دیگه نیست، فقط همین. این میگه بهم غذا نمیدن، اونا میگن برو گوشی تو بفروش، یا اینی که پاسپورت تو بذار تو مدیریت رستوران که غذا بدن بهت بذارن بری فعلا تا پول بیاری. این میگن اونا پول میخواد، پاسپورتمو نمیگیره. 3-4 بار غذا دادن. نه سوری میگیرن حالا تلفن تمی بود یک نان بخورم میگه. نه میگه تو تلفن بذاری بعدا تلفن تو میگیری از اینا. میگه ما پول نقد شب حساب کتاب داریم. حالا امکانش هست من غذا بخورم یا باید چیکار کنم نمیدونم، موندم. نه خوشحالی. اگر بگیرین من اینجا پولش اینجا حساب میکنم، حالا فردا پس فردا حتما من حواله میکنم برام. اینجا مثلا خب الان نمیدونم، فکر میکنم من دروغ میگم. میگه تو مثلا از ایران اومدی اینجا مثلا دروغ میگم. من از ایران بیام اینجا دروغ میگم. بازم گفت غذا بخورم نخورم، غذا بهش تعارف کرد، 2 سیخ کباب بهش داد، بازم این مونده چیکار. یعنی منظورتون نمیدونم. یعنی موضوع این نیست؟ نه موضوع داره قسم نگاست. اگه می تلفن تا بیتی بلشان یا اگر امکان داره که به تام دیده. نه بذار. اگر موبایلمو بدم خودم یه تماس بگیرم این بر اون بر اونم هست. نه اما تلفن تا باز میاد دیگه. حال تو بده بگو که اینم پیش باشه تا وقت پیسه ما والا شد. پیسه ما والا. زنگی چیزا کارو چه پاس میگی زنگی؟ اونا دارن غذاشون رو میخورن، اینم همونجوری نگاه میکنه بهش. این توقعش بالایی دیگه. میگه یک غذای تکمیل واسه من بگیر، من با شما نمیخورم، اون کمه برای من، بس نیست. یعنی الان من نمیدونم من تلفن تا بفروشم. بیان نیست دیگه چه پیسه بیارم برات. دست درد نکنه. برای شما کم میگه دو چه کم نشیده میگه بخور. میشه 2 سیخ دیگه هم بذارید؟ دست درد نکنه.
خیلی گوشنمه اینقدر گوشنمه تو ضعف میاد دلم داره ضعف میاد اصلا کلا یه دوست دیگه هم بده حداقل تا فردا یه ذره یا نمیدونم چرا اینجوریه ببخشید اوه مالی بیا بابا دست درد نکنه واقعا زحمت کشید حداقل تا فردا اینجا نه من بفرستم پیسه میارم تو این تماس قرار حواله بزنم چند دیگه هم میارم که تماس دو تا سیخ کباب بهش داد هم تلفن برات میخرم اون یکی رو بروش نشسته آقای میگه گوشیتو ببرم بفروشم برات پولشو لازم داره گفت ببینید که زمانات بدم برایش ببینید میریم خود تانکتم با سوداش میکنم هرچی که خریدم بشه تو کباباشو خوشمزه ولی نامت نمیدم دست درد نکنه غذا خودتون داری نه سهرا چایی نداره چایی کباباشو زده الانم میگه چای مایی نداره چای مایی اگه دارید اونم بذارید این طرف که بذاریم تموم شه دیگه دیما خانم ما میبینیم غذاشون رو شریک شد باش به شما کم که نشد قربان ها؟ واه چرا گوشنم بود یعنی امکانش نیست دو تا سفیده بدی نه دیگه بچه ما گشنه ماندیم تو رو والا تو دیگه وانده ما رو ندید با خدا نه کباباشو زده بازم میگه اگه امکانش هست دو سه تا سیخ دیگه بهم بدید اونا میگن نه ما خودمونم گرسنه ایم دیگه یکم بخوریم اجا ما رو نمیخورم خدا دیوا یعنی چی؟ منظورش نمیفهم چی نداشتیم این که بو کارمند دولت بو به شما این چیز میگن چی میگه؟ شما گویی میگه فهمیدی؟ چی فهمید دیگه؟ چی فهمید؟ بزن این دوگیر بود مشکل تو پیش همه بسیار داد خاص حکمانش این هم پیسه نیستم خیلی هر خبره که تلفون دارید ما منو ساده خب عزیز چسبیده به گوشیش و گوشی تو بده بفروشم برات یه دیگه بخیر چیزایی که تو میگی نیست واجه تو حوالا اجازه نداری که همه ویدیو بگیری اصلا نگرفت من خودم گرفت نه ما سرمون دست کنم کسی در تصویر نیستی دوست هستم دوست گفت ویدیو میگیریم اونجا هستم تصویر اون یکی رو نذاشته به خاطر که اون اجازه نداد دیگه ولی اخلاقنال خواستیم شما بازم این از خودتون داد واقعا احساستون قابل درک است مالک یک سیستم هست چیز ما وقتی از کل چیز ترسیدیم دیدی ما را فلم جور تو رو میدی کلاگی نشده ما موتالی هم بغل خب عزیزان دل یک کمره ما بود واقعا احساسم قابل درک است چون در این شرایط از غذای خودشون برای ما دادن اسم شریف دوست عزیز بخونم اسم نامش سهراب جان واقعا 4 سیخ برای ما داد یعنی هر خوراک 8 تا داره دیگه نه یعنی دقیقا نصف خوراک برای ما دادین نام شریف خودت؟ نه دیگه خب امید است که تا آخرین لحظه ما را دنبال بکنید خدا یار و یاورتان خب دوستان عزیز دیدیم که
غذاشون رو شریک شدن و نصف غذاشون رو دادن به این کسی که دوربین مخفی میگرفت که بازم تو این شرایط وضعیت کم اقتصادی، کم پولی و احساسشون قابل درک بود. واقعا دمشون گرم، رفتارشون قابل تحسین بود. دوستان عزیز، اگر ویدیوها رو دوست داشتید و خواستید ویدیوهای بعدی هم ببینید، کانال ما رو دنبال کنید و لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعد، خدایا رو نگهدارتون. رفتیم.